سلام و درود دارم خدمت همه عزیزان بینندگان چینل اسلامی. انشاءالله که عزیزان و خوبان موفق و مؤید و سربلند بوده باشه. در آستانه ماه شعبان المعظم قرار داریم. عزیزان و خوبان انشاءالله که تمام طاعات و عبادات همه من و شما را خدای تبارک و تعالی به کرمش قبول بفرماید و نزدیک است به ماه مبارک رمضان که انشاءالله عزیزان و خوبان قبل از ماه مبارک رمضان برای عزیزان و خوبان نکات بسیار مهمی را که درباره ماه مبارک رمضان و فضیلت هایی که درباره ماه مبارک رمضان است انشاءالله خدمت خوبان در ویدیوهای بعدی عرض میکنم. خب عزیزان و خوبان، امروز درباره روز قیامت، درباره سوالاتی که در روز رستاخیز قیامت می شود خدمت خوبان چند جمله را عرض کنم. سوالاتی که روز قیامت خیلی مهم است و خداوند از بندگانش سوال می کند. خب از زبان پیغمبر بزرگوار اسلام حدیثی داریم که حضرت پیغمبر بزرگوار اسلام در این باره می فرماید که روز قیامت 4 سوال مهم از انسان می شود. سوالها زیاد می شود اما 4 سوالی که خیلی مهم است از یک شخص که از دنیا رفته است در روز رستاخیز قیامت خدای متعال سوال می کند. خب اول سوالش کدام است؟ اول سوالش از عمر انسان سوال می شود. خب از عمر انسان است که از عمر انسان سوال می شود که عمر خود را به کجا گذراندی و عمر خود را به چی کارها گذراندی. اینجا ما باید جواب داشته باشیم عزیزان و خوبان. خب کسانی که به روز رستاخیز قیامت عقیده دارد، کسانی که به سوال نکیر و منکر عقیده دارد، کسانی که به خدا و پیغمبر عقیده دارد، خب این سوالهایی که در روز رستاخیز قیامت می شود ما باید پیش از پیش جوابایشان را آماده کنیم. خب سوالی که درباره عمر می شود، از انسان از کجا سوال می شود؟ از دورانی که به تکلیف رسیده است، از او دوران سوال می شود. خب تا دوران 9 سالگی که خواهران به تکلیف می رسند و برادران به سن 15 سالگی به تکلیف می رسد. خب از او دوران سوال می شود که وقتی که تو به تکلیف رسیدی خب نماز خود را چگونه خواندی، روزه خود را چگونه انجام دادی گرفتی، تمام طاعات و عبادات را چگونه انجام دادی، واجبات و مستحبات و مکروهات و همه اینها در روز رستاخیز قیامت سوال می شود. این از جمله واجباتی که از جانب خداوند بود همه ایشان سوال می شود. بعد از او سوال می شود آی بنده خدا، وقتی که خدای تبارک و تعالی تو را در روی کره زمین خلق کرده، من و تو را خلق کرده، ما برای چی در روی زمین هستیم؟ از این سوال می شود. خب و بعد از این هم سوال می شود که تو در دنیا کدام کارها را انجام دادی، کدام کار خیر انجام دادی، کدام فضیلت ها را انجام دادی، کدام برادر مؤمنت را کمک کردی، کدام خواهر مؤمنت را کمک کردی. خب حقوق همسایه سوال می شود، حقوق پدر و مادر سوال می شود، حرف هایی که ما از زبان می گوییم سوال می شود. اینها همه در روز رستاخیز قیامت از انسان سوال می شود. پس نتیجه گیری در این است که ما وقتی که از عمر ما سوال شود، خب فرصت بسیار داریم، تا زنده هستیم فرصت بسیار داریم که خود را برای جواب آماده کنیم که ما در دنیا کدام کارها را انجام بدهیم که این جوابها در روز رستاخیز قیامت به شکل اتومات خودش بیاید. خب روایت های بسیار زیاد داریم از پیغمبر بزرگوار اسلام که در روز رستاخیز قیامت دست انسان شهادت می دهد، زبان انسان شهادت می دهد، چشمان انسان شهادت می دهد، پاها و تمام اعضا و جوارح انسان شهادت می دهد. اونجا زبان گفته نمی تواند که نه، ما اگر خدای نکرده انسان مال حرامی را بگیرد
مال مردم را بدزدد. خب اینجا زبان گفته نمیتواند که ما اون چی را دزدی نکردیم، مال مردم را دزدی نکردیم، چون پاها شهادت میدهد که با ما رفتند، دستان شهادت میدهد که توسط ما اون مال مردم را گرفتند. خب اینجا عزیزان و خوبان، پس آمادگی برای سوالی که در روز قیامت می شود آماده باشیم، آمادگی بگیریم. سوال دوم از جوانی انسان سوال می شود، چون جوانی خدای تبارک و تعالی یک نیروی بسیار خوب، یک نیروی بسیار با قوت برای انسان می دهد که انسان در نوجوانی و در جوانی می تواند کارهای بسیار خوبی را انجام بدهد. متاسفانه خب وقتی که انسان جوان می شود و متاسفانه که در بعضی از کشورها کسی که جوان می شود دیگر از نماز و روزه و اینها خبر نیست، تا دورانی که به پیری برسد آیا اون وقت هم بخواند یا نخواند. خب خدا توبه پذیر است، کسانی که اشتباها این کار را انجام می دهد انشاءالله که توبه کند تا خدای تبارک و تعالی توبه هایشان را قبول کند. خب این از جوانی سوال می شود که جوانی خود را به کجا سپری کردی؟ جوانی خود را به کدام کار سپری کردی؟ خب آیا در این جوانی برای پدر و مادر کمک کردی؟ نه. حقوق والدین را ادا کردی؟ نه. حقوق همسایه را ادا کردی؟ نه. حقوق خدا را ادا کردی یا نه؟ که اینها از انسان در روز رستاخیز قیامت توسط ملائکه هایی که از جانب خدای تبارک و تعالی مقرر است سوال می شود. این دو مورد سوم و سوال سومی که در روز رستاخیز قیامت از انسان سوال می شود از مال انسان است. خب سوال می شود که از کدام را به دست آوردی و به کدام را او را صرف کردی، به کدام را خرج کردی. این سوال می شود. خب وقتی که ما در دنیا نتیجه گیری بنماییم، ما زحمت میکشیم، کار میکنیم، ما باید از راه حلال پیسه در بیاوریم، ما باید از راه حلال نان برای اولادای خود بیاوریم، غذا برای اولادای خود پیدا کنیم. این راه حلال بهترین نعمت خدا است. این در روز رستاخیز قیامت از ما سوال می شود که تو از کدام راه مال را پیدا کردی و در کدام را خرج کردی. از کدام را پیدا کردی و در کدام را خرج کردی. اینجا پدر و مادر مسئول است که باید پدر و مادر امین غذایی که پیدا می کند، مالی که به دست می آورد از کدام را بوده باشد. این را بسیار متوجه بوده باشیم که اینها همه ایشان در دنیا حل می شود، همه ایشان در دنیا آماده می شود، همه ایشان را ما می توانیم که در این دنیا برای خود جوابات پیدا کنیم تا در روز رستاخیز قیامت جواب بگوییم. خب سوال چهارم از محبت پیغمبر و آل پیغمبر و امامان سوال می شود که این سوال هم بسیار مهم است عزیزان. خوشا به سعادت کسانی که در دنیا با پیغمبر و آل پیغمبر با امامان خود بوده باشد. چه قسم با امامان خود بوده باشیم؟ ما یک امام زنده داریم که حضرت امام زمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است که ما باید در دنیا همیشه انتظار امام زمان را داشته باشیم که امام زمان ما کی می آید و ظهور می کند تا اینی که ما از این فسادها، از این بدیهای دنیا خلاص شویم، تا در دنیا عدالت برقرار شود. و دیگه از پیغمبر و آل پیغمبر سوال می کند. خب وقتی که تو مسلمان هستی، وقتی که پیغمبر را قبول داری، وقتی که آل پیغمبر را قبول داری، وقتی که امام را قبول داری، برای اینها چی کردی؟ برای اینها چی کردی؟ از دست ما خیلی کارها می آید عزیزان که ما در دنیا برای پیغمبر و آل پیغمبر، ما برای امامان خود انجام بدهیم. خب اول که حرف پیغمبر را باید قبول کنیم. پیغمبر بزرگوار اسلام برای ما چه کارها را دستور داده است، این دستورات را باید انجام بدهیم و همیشه ما باید بر پیغمبر و آل پیغمبر درود بفرستیم. خب این کارها در دنیا از دست ما می آید و ما باید که این کارها را انجام بدهیم.
خب نسبت به امامان، خب هر کاری که از دست ما می آید، خب نظر از دست ما می آید که در ماه محرم و غیر محرم و در دیگر وقتها ما می توانیم. نماز نظر از دست ما می آید که برای امامان خود بخوانیم. خب روزخوانی و اینها، تعزیه‌داری و عزاداری از دست ما می آید که ما باید همیشه بخوانیم و شرکت کنیم در عزاخوانی ابا عبدالله الحسین علیه السلام، در عزای حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب و دیگر امامان. اینها از دست ما می آید. ما باید در دنیا این کارها را عزیزان انجام بدهیم تا در روز رستاخیز قیامت سوالی که از ما می شود ما باید اونجا جواب درست داشته باشیم. موفق و مؤید و سربلند باشید عزیزان و التماس دعا داریم و سابسکرایب و شیرم از یاد شما عزیزان و خوبان نرود و همیشه انشاءالله که کوشش کنید تا در این سال و در این ماه مبارک رمضان که پیش رو داریم خود را به جای برسانیم که این سوالها را جوابایشان را پیدا کنیم و تا زنده هستیم هم به یاد ما بوده باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشاءالله عزیزان و خوبان التماس دعا داریم از شما و خدای تبارک و تعالی هم همه دعاهای شما را به درجه اجابت برساند.